کانال مانتره و اولین قسمت از در مسیر پیاده روی خوش آمدید. کردم فرصت راه رفتن زمانی خیلی خوبی باشه تا در مورد چیزهایی که دوست دارم دلم میخواد در مورد یه مسائل خیلی مهمی براتون صحبت بکنم که گریبانگیر تقریبا تمام انسان ها در طول مدت زندگیشون میشه. همونطور که میدونید در حدود 1 سال هستش که مطالعه‌ام رو در مورد مکتب آموزش پزشکی شیراز و تاریخ اینکه دانشکده پزشکی شیراز چگونه تشکیل شد رو در خدمتتون بودم و موقعی که به این مسئله رسیدم که تاریخ دانشکده پزشکی سوالات بسیار زیادی رو در ذهن من روشن کرد. سوالاتی که سال هاست، یعنی از حدود میتونم بگم زمانی که در دانشگاه علوم پزشکی کرمان در بخش بیماری های غیر واگیر مسئول بودم، این سوالات در ذهنم بود. در طول سال گذشته افتخار داشتم که با 2 نفر از اساتید پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه پهلوی، یعنی استاد دکتر علی صادقی حسن آبادی و استاد دکتر حسین علی رونقی ساعتها صحبت کنم و در مورد خیلی مسائل اطلاعات جمع کنم. فرصت مطالعه خاطرات آقای دکتر ذبیح الله قربان و آنچه که ایشون نگاشتن در مورد تأسیس دانشگاه پهلوی هم فرصت خیلی مناسبی بود. در ابتدا فکر میکردم دارم یک تاریخ رو بررسی میکنم، اما هرچی بیشتر جلو رفتم سوالات بیشتری در ذهنم آمد. سوالات ابتدایی من این بود که دانشگاه چجوری ساخته شد، چه کسانی در اون دخیل بودن در ساختش، کی پول داد، ابزارها و نقشه ها، فیلم ها، کتابخونه ها و این ساختمون ها رو کی نقش داشت در اون و به اسامی زیادی برخورد کردم. اما در طول مسیر سوالات من تغییر کرد. اینکه اون سیستم، اون حرکت، اون رفتار چه چیزهایی رو میتونه به سیستم حال حاضر اضافه کنه یا در اون تغییر بده. مهمترین مسئله‌ای که در این میون من دیدم این بود که یه تناقض بزرگ وجود داشت. این سیستم قادر بود که سیستم آموزش پزشکی در طول 90-100 سالی که در ایران راه افتاده تونسته پزشکان بسیار خوبی و اساتید بسیار بزرگی رو برای ایران و برای دنیا تربیت کنه. فارغ التحصیلان دانشگاه‌های ایران در کشورهای مختلف ادامه تحصیل دادن، تونستن به درجات بالا برسن و حتی اساتید بسیار بزرگی در دنیا از سیستم آموزش پزشکی ایران بیرون اومد و تربیت. سوال مهم این بود که نمیتونستم به این جمله برسم که سیستم آموزش پزشکی ایران ناکاراست. اما این قطعیت داشت که سیستم که داره پزشک رو تربیت میکنه نمیتونه پزشک رو برای تمام جنبه هایی که مردم از نظر سلامت به اونها نیاز دارن در واقع آموزش بده و اونها در یک ساختار درست آموزشی قرار بگیرن. سوال جدید اینطوری درست شد: اگر ما پزشک خوب تربیت میکنیم
چرا سیستم سلامت ما نمیتونه اون میزان سلامتی که در جامعه به دست اومده رو به درستی برای تمام افراد تامین کنه؟ سوالای جدید این بود که مشکل در کجاست؟ اشکال در مدیریت، اشکال در کوریکولوم آموزشی است، اشکال در ساختار نظام سلامت، و یا اصلا ما با سیاست گذاری در سلامت بیگانه ایم. سوال این بود که آیا ما پزشک رو برای بیمارستان تربیت میکنیم یا پزشک رو برای کار در جامعه؟ نکته خیلی مهم در طول تمام این دوره ها، از زمان تأسیس دانشگاه شیراز، تبدیلش به دانشگاه پهلوی و بعد دوباره تبدیل به دانشگاه شیراز و بعد تبدیل به دانشگاه علوم پزشکی و تا امروز، این هستش که ما آموزش پزشکی رو برای بیمارستان و حول درمان بیماری انجام میدیم. بیماری به وجود میاد، مشکل در درون بیمار مجبور میکنه بیمار رو به پزشک مراجعه کنه، بیماری تشخیص داده میشه، درمان میشه و این وظیفه اصلی یک سیستم آموزش پزشکی است. اما سلامت به این معنی نیست که بیمار زمانی که به مشکل برخورد وارد این چرخه بشه. آیا چرخه باید به زندگی بیمار خارج از بیمارستان، در محیط کار، در اقتصاد، در مورد آموزش، میزان آموزش، در انواع و اقسام روزمرگی های فرد جایی داره یا نه؟ اینجاست که باید سوال کرد پزشک جایگاهش در جامعه کجاست؟ فقط در مطب و بیمارستان؟ دکتر قربان از یک مکتب آموزشی متفاوت اومده بود، از دانشگاه آمریکایی بیروت. یه چیزی زمینه فکری اون رو در واقع طراحی کرد. در یک زمانی آقای حاج محمد نمازی و آقای دکتر تراب مهرا با اندیشه هاشون و با کارهاشون به دکتر قربان پیوستند و مجموعه بی‌نظیر آموزشی درمانی نمازی در شیراز شکل گرفت. همکاری‌های بین‌المللی، آموزش هایی که دانشگاه پنسیلوانیا یا پیشنهادهایی که دانشگاه پنسیلوانیا داد، توجه شاه و به قدرت رسیدن آقای امیر اسدالله علم به عنوان دومین رئیس دانشگاه پهلوی، همه اینها شتاب دهنده هایی بودن برای اینکه یک دانشگاه در طول کمتر از 30 سال به یکی از مدرنترین و بزرگترین دانشگاه های خاورمیانه تبدیل بشه. خب اگر اون سیستم با این افراد بزرگ توانمندی ایجاد یک دانشگاه به این بزرگی داشتند، فارغ التحصیلانش کجا رفتند؟ چرا فارغ التحصیلان 90% فارغ التحصیلان دانشکده پزشکی دانشگاه پهلوی در سالهای مختلف سر از امریکا در آوردند؟ چرا سیستم ما نمیتونست اون افراد رو جذب خودش بکنه؟ این که بخوام انتخاب فارغ التحصیلای دانشگاه
دانشکده پزشکی دانشگاه شیراز رو به یک انتخاب شخصی تقلیل بدم بی‌انصافی است. بسیاری از اونها در طول مدت کارشون و تحصیلشون و ادامه تحصیلشون یا ادامه فعالیتشون چه در کسوت استادی و چه در کسوت یک پزشک درمانگر انسان‌های بسیار موفقی بودند. بحث افراد نیست، بحث سیستمی است که داره هزینه میکنه و محصولاتی رو داره ارائه میده که اون محصولات به درد مملکت خودش نمیخوره. اون درد هنوز برقراره. اگر سیستمی که بتونه جلوی مهاجرت پزشکانش رو بگیره اما نتونه نقشی مؤثر در ساختار سلامت افراد جامعه برای اون پزشک تعریف کنه، باز هم دشواری یکسانی خواهد بود. در طول مطالعه‌ام از تاریخ دانشگاه علوم پزشکی شیراز به 2 نفر که متفاوت اندیشیدند و متفاوت عمل کردند برخورد کردم. آقای دکتر حسین علی رونقی که در واقع تأسیس کرد رشته تخصصی پزشکی اجتماعی رو در ایران، در شیراز، و آقای دکتر علی صادقی حسن آبادی که فکر میکنم دستیار دوره دوم پزشکی اجتماعی در دانشگاه شیراز بود. دکتر رونقی سازه بهورزی رو در واقع تو ایران فکر کرد و انجام داد در آموزشگاه بهورزی کوار که از صدر تا ذیل مجموعه ساختمان، از سخت افزار و نرم افزار رو خودش کنترل و حمایت کرد با بودجه دولتی و یا بودجه هایی که داستانش در فصل دوم و سوم خواهیم دید با آقای دکتر رونقی که منشأشون کجا بود. و بعد از اون آموزشگاه بهیاری مرودشت و بعد شاهکاریشون دانشکده پزشکی فسا بود که با الگوی متفاوت از الگوی رایج در دانشگاه‌های ایران مجوز گرفته شد و فقط 1 ترم تونست با اون سیستم کار کنه، سیستمی که به عنوان پرابلم بیس لرنینگ در آموزش پزشکی است و تجربه یک دانشگاه در کانادا، دانشگاهی در ماسریخت هلند و یک دانشگاه در تل‌آویو اسرائیل این تجربه های بسیار موفقی در این زمینه داشتند. اما انقلاب باعث شد که دانشکده پزشکی فسا به یک دانشگاه مشابه بقیه سیستم آموزشی تبدیل بشه و جزء ساختار دانشگاه شیراز قرار بگیره که بعدها تبدیل به دانشگاه علوم پزشکی فسا شد. امسال 50مین سال تأسیس دانشکده پزشکی فسا است و این اتفاق باید تعریف بشه و باید در موردش صحبت بشه. صحبت کردن در مورد پرابلم بیس لرنینگ آموزش پزشکی صحبت خیلی مهمی بود برای من که در حال ضبط و فیلم برداری با آقای دکتر رونقی در این زمینه هستم.
اما همه اتفاقای بد نبود. گاهی اتفاقای بسیار بسیار بزرگ و فوق‌العاده با نتایج بسیار عظیم هم از درون اون تفکر بیرون می اومد و اومد. طرح شبکه‌های خدمات بهداشتی درمانی اولیه با آقای دکتر شادپور، آقای دکتر پیل رودی و آقای دکتر ملک افضلی در سال 64 در واقع ثمره یک تفکر بود که در فضا توسط دکتر رونقی و همکارانشون و توسط یک گروه مشابه در دانشگاه در آذربایجان شرقی در واقع انجام شد و به ثمر رسید. من افتخار دارم در تمام رده‌های این سیستم کار کردم، از صدر تا ذیل. جز ریاست شبکه و مرکز بهداشت در بقیه سازه ها از ستاد و صف من کار کردم و نقاط قوت و نقاط ضعف این سیستم رو میشناسم. من فرصتی هستش که هر دوتا رو با هم ببینم، یعنی آنچه که یعنی نظام آموزشی و نظام ارائه خدمات سلامت، این دو باید در کنار همدیگه دیده بشه. قصد من از این پیاده روی ها اینه که میخوام از سطح بالا تا سطح پایین تا نیازهای فرد براتون صحبت کنم و تمام تلاشم اینه که با فکت صحبت کنم. من با خاطرات به غیر از استنباط شخصی برخورد نمی کنم. همه اون خاطرات رو به اسناد متصل می کنم و ازشون نتیجه می گیرم. یه سری اسناد هنوز در دانشگاه آمریکای بیروت هستش، با دنبال اونا برم. اسناد خیلی مهمی در دانشگاه پنسیلوانیا هست که اونا هم در برنامه بعدی من هستش که باید اونا را مطالعه کنم. ولی عمده اسناد در ایرانه، در شیراز، در تهران، و این اسناد هم به درستی داره حفاظت میشه و برای دسترسی به اونها و ازشون نتیجه گرفتن نیاز به دست آوردن مجوزهایی است که حتما برای اونها اقدام میکنم و اونا رو به دست میارم. وقتی بحث سلامت هستش، صحبت از مردمه. ما دوره ها رو قضاوت نمی کنیم، ما دوره ها رو تعریف میکنیم، روایت میکنیم، مصادیق درست رو تقویت میکنیم و مصادیق اشتباه رو تعریف میکنیم. برای ما شکست معنی این داره که آموزش باید تغییر بکنه تا این شکست، یعنی باید بیاموزیم از شکست ها تا به پیروزی ها برسیم. من فکر میکنم که در مسیر راهپیمایی و در مسیر پیاده روی روزانه فرصتی هست که از یک فضای مناسب برای گفتگو با شما و در یک زمان مناسب این فرایند تأمین میشه و من میتونم با شما به یک جای مناسبی در سیستم برسم و امیدوارم که یک زندگی معمولی با سلامت بیشتر، با شادی برای همه مردم ایران در نهایت پدید بیاد. از توجه شما سپاسگزارم.
Şotanano mang heush mazdai Kshathram za huraya Imdri gubyo dadat basta